شو. تبریک شاروخ. بگذار اولین و آخرین مشکلیت همین باشد. آمین. خب شاروخ، تیار هستی از صحیفه نو همه چیز رو آغاز کنی؟ من دویم تیار. مادر جان من باز میمیرم. شاروخ، فرشته یاد کرده کاری خوب کرد. خدا رحمتش کنه. یک جای دیگه روی میکرد. بعد من در اختیار شما. سعید، این آدم در ماشینی باز شد؟ بریز چیش ماشین گفتم ایواز کنیم یک ماشین قطع نکرده. اختم بدونیم که دشمنا بیشتر. از سعید زیرا که رفتیم. شاروخ، گفتم کمی کردم نظرم. بابا در کجایی؟ ای جو همینجا. روسا یک گپ دارد که دویریای نو پرویرای. گوش کن شاروخ. عشق عشقی یکون یک طرف. کارای جدی است. یک دو نفر تیا انتظار هستند. صحبت زیادتر از برام باشد بیارویم. خب دختر بسیار است. بوار.
عشقت رو پیدا میکنی رفتی. در اینجا چیکار میکنیم اکا؟ در اینجا برای صحبت آمده. با کی؟ با نفرهای جدی. بینید نفران جدی. کی باشد؟ میفهمی. شروع. نفر باز هست که با روبرو میشوی. از دیدن این نفر عمیق شد نمیشوی. کی؟ رومیز. قربان همینجا؟ قربان نیست. قربان در رخصتیه. با چشم، با گپ، با رومیز روبرو نمیشوی. من بار دیگر تکرار میکنم. نفرهایی که در اینجا هستن، نفرهای به جدی هستن. نادرست میشود صحبت تو در اونجا با رومیز. لیکن رومیز گذراند با خودم جواب نمیتونم. شروع. من بار دیگر به تو میگم. اون نفرهایی که در داخل هستن، نه رومیز میگذرونه، نه تو میگذرونی، نه من. از تو با دقت گوش کردن چی گپ است. و مهم آرومیت رو از دست نده. یک سورپریزی نه از اکک برای رومیز است. لیکن روزی دیگر می اومدیم نمیشد. راست محبس اینجا با این لباس. سر لباسی تو لازم نیست در اینجا. مهم صحبتی ما آدمای جدی توی میخوام ببینم. تمام که خیلی باشد من تیار. به حد زحمت زیاد کشیدیم برای که تو اینکه تو در بیرون با من لازم صحبت کرده ایستاده. برای این باشد خودت را خوب اکک دار. خب رفتم. رئیس. طبیعی است که حیران شدی. بله بله. صبر بسیار کاری خوب کرد. چی کار؟ در زندان تو را سنجید. ولی خوب هم سنجید. تو از سنجش گذشتی. هر کس از سنجش میگذرد. رئیس اجازت ما از دیدم که این بچه هم اینجا بشینم. خیلی آدم باید خطیمو نشینم. جاره کدام شیدن نمیتونم. بعد رئیس کارهایی که ما میکنیم کارهای جدیه، کارهای مخفیه.
کارهایی که ما میکنیم برای چشم و گوشی بگناه نیستن. این خیلی کودک باید در میز ما نشینن. رومیز این کودک همه روزی برات در همینجا میشینه. به روز ایرا نه تو نه ما ایرا رئیس رو شاد میکنه. خیلی رامیز بچه خودمانه. این بچه زیرک هم میدانه. این کودک هم میدانه. سفید کودک در خونه دویده گشته است. به روز گپوتا فکر کرده زن جوابگاریش وزبی نه. گپوی تو ما دوزی نمیرسید. ژاتانا دانسته گپ زنین بچه ها. این مسئله رو شما حل نمیکنید. Her şey yaptınız. Güzel. Kendi işinizi çözdünüz. O da güzel. Peki ya benim problemim ne olacak? Onu konuşamadık. چی میگه؟ اوید یمی کاری خودش گپ زده ایستاد است که پرابلم ما چی شد. با خیانتکار چی کار کنیم چی مونیم. این مسئله رو حل میکنیم. سنه ایشین حالا اور. خوش آمدید به جلسه یکمین هفتگانه ما. حساب کرده ایستاده این حاضر 6 نفر است داره. بله. هفتم نفر ما با سپارش رئیس در خارج هستند. وقتش میپید رو برو میشوی. حسین همینجا ده. تا گفتستان حسین همینجا ده. Короче, Дубаяк, خوش. چه فکرها دارید؟ وایدی خیانت کن؟ فکری ما باشد رئیس بگذار خودی اسمون کرد حال کردن گیدن مشکلی که هست. کشتن در کار. خیانتکار را کشتن در کار. حضرت آدمی که بر مرتا خیانت کرد یک مرتا هم خیانت میکنه. میری باتشکا؟ Abicam, benim beş ver. Gevezdir. gevezedir. راست میگه. چه فکر داری خیلی؟ قانون و قاعده هفتگانه را همتان خوب میدانید. جنایتکار باید جزا ببینه.
رامیز خودش نقض میده. رئیس فکری ما باشد خوبش بگذارم و ترک خودش نقل کردن گیرم. سراسی من نشوی شاروخ تو هم اعضای افغانی چی فکر داری؟ رئیس یکمش که من پیش نبودم در اینجا و چی حادثه رخ داده است خبر ندارم. فکر میکنم که کرونا خلاصه برآوردن خوب نیست. شاروخ در جایی که تو از نشسته ای جوی خیانتکار بود. اون نفره که خیانت با مال و ملک دوست ما رسما کرد کرده است. من بی‌طرف. عثمان کرد خیانتکار است تو. ترجمه kın. Abi can, dostum. İstedin ya. Öyle mi? Bak bu fikri çok sevdim ha. Eyvallah aga. Baş tacısın. چی میگه؟ با گفتگوی شما روزی است. تشکر میگوید سلامتی به شما ارزمند است. خوش این مسئله هم حل شد. به مسئله دیگر میگذاریم. شاروخ جان در هفتگانه ما هر کس تجارت خودش دارد. صبر و همش رو به تو میفهماند. خب باید اعضای افغانه احتیاط شوند. بین خودتون خرخشه نکنید. هزار دشمنی پنهان داریم در کمین. بچگی نکنید. میفهمی گپا؟ بیروز؟ رامیز؟ شاروخ؟ احتیاط نیمی حیات. اگر یگان سوال نباشد به همه جواب. سلیم جوش. آسمان کرد. تمام. صبر. یک شوی تاق بیر. سلیم. آسمان کرده کنترل ده میگیری. این بچه های هاشته باوری نیست. احتیاط فهمون؟ اگر که از حد گذراند می جفمش. حسین تو کار میگرزی؟ حسین میدونه دردن گوساله تو کار دونه ریداته مورا فروخته. حسین ممکن نیست اینو مرد. داودنی بوده جورا سلام گوسه
کارتیر اومد موزی حسین های دست داده آقای کشتن شد دادا میگم با این پلیسی تو مچی بالا میدمی روز مونو میتونم بیرون نه بابا فکرم خون نیست Ека, bedori. دادا شاروخ آمد دادا شاروخ Чекай,